سلام بروکس، خوش اومدید به یه ویدیوی جدید و خفن ماینکرافتی. امروز چه ویدیویی داریم بچه ها؟ ویدیو ساخت یک ماشین تو ماینکرافت بدون هیچ مودی، یعنی با وسایلی که تو خود ماینکرافت هست یه ماشین بسازید که هم تو کریتیو بشه باش رفت، هم تو سروایولاتون. مثلا شما دوست دارید از یک جا برید یک جای دیگه، البته باید زمینش بکنم صاف باشه، برید یک جا دیگه حوصله ندارید راه برید، دستاتون خسته شده، میرید سوار ماشینتون میشید و اینجوری میکنید و راحت میرید تا هر جا که بخواید و نگه داشتنش هم زیاد سخت نیست. عشق کنید بچه‌ها، بدون هیچ معطلی بریم سراغ ویدیو. خب برویس، ما اینجا یک تیکه نصف نیمه از ماشین داریم که من الان بهتون یاد میدم قدم به قدم درست کردن این نصف نیمه شو که هنوز کار داره. اینجوری نگاه کنید بچه‌ها، 3 تا اینجوری اسلب میذارید. خب بعد میایید اینجوری 1 2 3 4 تا چوب میذارید. خب دوباره یه دونه اسلب میذارید اینجا، این اسلب نیست، اسلب میذارید و بعد اسلب میذارید و بعد میایید یه دونه چی میذارید؟ ابزرور رو به این سمت، یعنی رو به این ور که اینجوری میشه، این نوک قرمزش بعد این ور باشه بچه ها. بعد که اینو گذاشتید میایید اینجا روی این یه دونه بلاک میذارید، بلاک وود یا بهتر وود باشه، بعد یه دونه از این چسبناک ها، بعد یه دونه سیکی بیستون بچه ها دیگه من اسمشون رو زیاد نمیگم، چسبناک ها دیگه بعد یه دونه اسلایم میذارید بچه ها و بعد میایید اینجا. خب میایید اسلایم میذارید و بعد من الان دارم باز از رون نگاه میکنم بچه ها چون یادم میره به سرعت. میایید اینجا و اینو میذارید اینجا که بتونید این ابزرور بعدی رو بذارید، ابزرور بعدی رو بذارید اینجوری رو به این سمت که وای میستید، این نقطه قرمزش میفته اون سمت که میخواید بچه ها. بعد اینو میکنید دیگه. بعد میایید اینجا یه دونه سیکی بیستون معمولی میذارید، سیکی بیستون دیگه نمیگن بهش، میگن پیستون، یه پیستون معمولی اینجا نه بچه، اینجا رو به این سمت بچه. و بعد یه بلاک وود. تا اینجا چه بچه ها به خوبی یاد گرفتید. الان یک اسکلتی از ماشینتون دارید، بریم که بقیه‌اش هم بهتون یاد بده. خب بچه ها تو قدم بعدی شما باید بیایید اینجا و این حرکت رو انجام بدید، یه دونه پیستون وردارید رو به این سمت، یه دونه پیستون این ور رو به این سمت، بعد یه اسلایم و بعد زیر این اسلایم ها یه بلاک سیاه، حالا میخواد پشت باشه یا من الان دارم از بلاک زغال استفاده میکنم به عنوان چرخهای ماشین که ماشین ما چرخ داره. چقدر پیشرفته عمل ماشینمون چرخ داره. تا اینجاش اینجوریه. خب تو قدم بعدی شما میایید اینجا و یه دونه ترپدور برمیدارید از این در کوچولوها، یه دونه ترپدور برمیدارید میذارید اینجا و میرید این سمت، یه دونه ترپدور اینجا و میرید این سمت، دوباره وودتون رو برمیدارید 1 2 و همون ور که نه، یعنی هم این ور هم اون ور 1 2 و یک دونه این وسط باز بلاک سیاه به عنوان چرخهای جلوی ماشین بچه‌ها. تا اینجا بیشتر ماشین ما تکمیل شده و فقط چند تا چیز مونده که اونا رو الان بهتون میگم. خب برعکس، بعد در آخر کارم شما باید بیاید اینجا دوباره برای بهتر شدن ماشینتون اینجوری اینا رو بذارید. این شد یک نمای کلی. خب بعد شما باید بیاید این بالا یه اسلایم بذارید اینجوری، این وسط این اسلایم قبلیه یه اسلایم بذارید و بعدش جای همون 2 تا اسلب وردارید، یکی اینجا و برید این ور، یکی هم این ور، شبیه این پره های ماشین مسابقه ها هست از اونا، ماشین های رالی. بعد میایید اینجا و یه دونه بلاک اینجا برای جایی که میخواید بشینید، یه بلاک میذارید، میرید توی اینجا و یه ماینکارد لازم دارید و یه دونه ریل. حالا من ریل رو یادم رفت بردارم، الان برداشتم یه دونه ریل. خب بعد روی این بلاک که الان گذاشتید ریلتون رو میذارید، ماینکارت رو میذارید و بعد ریل رو میکنید، اینم میکنید، این میره میفته اونجا. چقدر قشنگ. الان ماشینمون بچه ها تکمیل شده، فقط 2 تا چیز لازم داریم که اونا رو الان بهتون میگم، یکیش سنگه و یکیش ابسیدین یا حالا هر بلاک دیگه. من ابسیدین رو برمیدارم. الان دیگه اینا شد چیزایی که ما واقعا لازم داریم بچه ها، اینا رو میدیم بره و بله این 2 تا بلاک لازم های ما هستن. خب اینم دیگه نمیخوام. خب
این ماشین ما بچه‌ها چقدر قشنگ و خوشگله، چجوری حرکت میکنه اینجوری. شما میاید پشتش کابلستون رو ور میدارید میذارید. به به، ماشین رو حرکت میکنه. بنازم بچه‌ها ماشین رو داشته باشید بچه‌ها. حالا موقع میزنه تو صورتم یه بایی برمیداری که مهم نیست. ماشین رو داشته باشید بچه‌ها. به به، با این ماشین میتونید همه جا برید، همه جا. به به به، میره همینجور میره، دوستارم له میکنه. برای نگه داشتنش بچه‌ها شما دوباره میایید به همون حالت. به به، عجب ماشینی دارم خدا وکیل. میایید بچه‌ها پیاده میشید، با شیفت پیاده میشید، میرید این جلو، میرید جلو، میرید جلو، میرید جلوش. ماشین وایستاد. بعد الان اینا رو بکنید، ماشین حرکت نمیکنه. و دوباره وقتی برید پشت سرش، اون ماشین نگاه کنید الان چقدر رد کرد، چقدر سریع رسید اینجا بچه‌ها. الان دوباره اگه بیاید اینجا و اینو بذارید، دوباره ماشین حرکت میکنه، اون سنگ هم میمونه. دوباره میاید سریع جلوش و سه تا از اینا. ماشین خدا بچه‌ها. شیدر روشن کنیم، با ماشین خدامون یکم حرکت کنیم. ما شیدر رو زدیم، بریم برای اشغال دیگه. یه دونه از اینا پشت، حالا سروایور باشی بعد سری بدوی دیگه، سری بدوی بری اینجاش وایسی بزنی روی ماینکارت. آره فکر کنم تا اون روستا بیشتر نه، چون نمیدونم نمیشه اونجا رو رد کرد. به 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 به، ماشینو باش، عشق و حالو با استوب بریم عقب. به به، عشق و حال، عشق و حال. فقط نمیدونم بچی میریم تو صورت اون موقع این از پشت به ما میزنه. به 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 به، عجب عشق و حالیه. بنازم به این ماشین، دارم عشق و حال میکنم. اومدم ترکیه جون. رفتیم دیگه، وقت وایستادنمونه بچه ها. غیب شدیم بچه ها. ای وای، ای ها، رفته بودیم تو این زغاله بچه. ماشین دیگه خراب شد بچه دیگه. ماشین هر جا گیر کنه خراب میشه، فقط تا جایی که چیزی نباشه حرکت کنه. ولی خدایی ماشین خفنیه بچه ها. امیدوارم از این ویدیو بچه ها خوشتون اومده باشه. یه ماشین خفن ساختیم، با هم حال کردیم. روی بدراک حتما تستش کنید بچه ها. من اینجا رو بدراک تست نکردم، ولی حتما بعد ویدیو تست میکنم. شما اگه تستش کردید برگردید توی کامنت ها برام بنویسید که کار کرد یا نه و چه کارهایی میشه با این ماشین کرد. موتور اگه یاد دارید بهم یاد بدید بچه ها. لایک کامنت دنبال فراموش نشه بچه ها. خیلی خیلی دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه، فعلا خداحافظ.